نزدیک 800 سال پیش به گفته دولتشاه سمرقندی مطابق به 28 دکبر سال 1237 میلادی کمال الدین اسماعیل اصفهانی یکی از شاعران برجسته ادبی تاجیک و فارس ملقب به خلاق المعانی از تیغ خونبار چنگیزی به قتل رسید. کمال الدین اصفهانی از نمایندگان ممتاز سبک عراقی در نظم فارسی است. در سرودن قصیده نیز مهارت داشت. این ادیب بزرگ ما در دوره وحشتناک حمله مغول‌ها به خوبی درک کرد و از جمله قتل عام مردم بیگناه اصفهان را در سال 1235 به چشم خود دید و پس از 2 سال او خود امان نیافت و همچنان قربانی این وحشت شد. این هم آهی جانسوز اسماعیل اصفهانی است پس از ایام آن فاجعه ملی ما. کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردمی بد گرید. دی بر سر مرده 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. آن روزها چنگیز و لشکریان شهرهای تاجیکان خوجند و سمرقند و بخارا، ترمیز و مرو و خوارزم، تخار و سمنگان و بلخ، هرات و نیشاپور و توس که شهرهای عالم بودن آتش زد و به خاک یکسان کرد و میلیون و میلیون نفر از همقومان ما را سر برید. فوج فوج از تاجیکان را اسیر و آواره و گمنام کرد.